آقای ناصر از تهران، شما طالبان را دوست دارید؟ طرفدار آن هستید؟ کل نظرتون چیه؟ روز اول بیان کردم طالبان مسلمانند، مجاهدند. اشتباهاتی که در بار اول داشتند که عبارت از تنگ نظری بود و اسلام قروی بود، ازش یعنی متحول شدند. الان خطابشون فرق میکنه، با دنیا وارد گفتگو شدن. این پیشرفت بزرگیه، لیکن هنوز نصیحت بنده اینه که از تنگ نظری از یک مذهبی بپرهیزند، اشتباه ایران رو تکرار نکنند. سلام علیکم. قوانین طالبان اعلام شد. این قوانین رو لطف کنید بفرستید تا بررسیش کنید. اولین دستورات از قوانین عمومی طالبان یعنی کمیسیون شریعت اعلام شد. نه، اینا که گفته دیگرانه، از گفته دیگران که تبلیغات. خب ولی قوانین نوشته خودشون رو برای ما بفرستید تا ببینیم، از اونم سایت خودشون بگیریم. در زمانی که همه تلویزیون های لایک و ملحد و اسلام ستیز بر ضد طالبانان، من شما در صف اونا وانایستیم یا از تبلیغات اونها رو تکرار نکنیم. آقای ابوالفضل هدایت شده، آیا شما با طالبان در ارتباط هستید؟ هرگز، اصلا، متاسفانه. البته آقای قیام الدین تاجیک، خداوند شما رو خیر دو جهانی دهد که صادقانه طالبان رو نصیحت میکنید. برادرانمان، نور چشممان، چرا نصیحتشون نکنید؟ پیامبر خدا میفرماید که نصیحت لله و لرسوله و لائمه المسلمین و عامتهم، نصیحت به خاطر خدا، به خاطر رسول و برای رهبران مسلمانان و عموم مسلمانان. یعنی نصیحت یک واجب شرعیه. اگر طالبان این نصیحت دوستانه را بشنوند و قدرت رو در انحصار خود قرار ندن، اگر چنین کاری بکنن، راه خمینی رفتند و ملت ضدشون خواهد شد. در آینده نه چندان دور مردم ازشون متنفر خواهند شد. تا میتونن با دیگران شریک کنند، تا میتونن فقط از گروه خودشون نباشه. پیامبر خدا علیه السلام عمرو بن عاص و خالد بن ولید که سالها با او جنگیده بودن، وقتی اونها رو لایق دید، شایسته دید، کاردان دید، به محض اینکه مسلمان شدن رئیس لشکرشون کرد. رئیس لشکری که صحابه بزرگ زیر دستشون بودن. یعنی چی؟ یعنی شایسته سالاری مهمه، نه فقط اطاعت. آیا نمیتونستن مثلا یک جوان قهرمان جنگی خودشون مسئول ورزش کنن؟ حتما باید مولوی باشه؟ ایشونه. آخه مولوی در عمر خودش یعنی چند تا ورزش شرکت کرده. این مصیبت رو ایران داره. شما اینا رو اشتباه تکرار نکنید. بذارید دیگران غیر از حزب خودتون ورزش اداره کنن. مثلا عرض میکنم، رفیق حریری خدا رحمتش کنه که حزب الشیطان لبنان ترورش کرد، جمله جالبی داره. میگه که مجرد اینکه انسان به حکومت برسه 50% مردم ضدش میشن. خب وقتی حکومت کاستی ها داره، اونم در این شرایطی که شما تحویل گرفتید. ببینید خمینی دجالی بود لیکن زیرک بود تا حدی. وقتی قدرت گرفت، مهندس بازرگان اصلا از گروهش نبود. برای که دنیا راضی کنه مهندس بازرگان حکومت نخست وزیر کرد. با نخست وزیری مهندس بازرگان همه دنیا به ایران به رسمیت شناخت. دوباره بنی صدر را آورد همچنین. بعد که قدرت گرفت اینا رو زد کنار. این اشتباهش در اینجا بود. شما اشتباه زیرکی های دیگران و نکات مثبت دیگران رو بگیرید، لیکن از بدی هاشون دوری کنید، نه اینکه تنگ نظری هاشون رو بگیرید.
الان در ایران یک آخوند، نه الان، از ابتدای انقلاب، یک سال بعد از انقلاب، مهندس بازرگان میگفت که بابا این کلیسا بیاین. من خودم نشسته بودم تو مجلس خبرگان با برادرم. یعنی شما میگی که شما مردم شما رو دوست دارم، بفرمایید این کلید پیکان منه، با هم بریم بیرون. خب الان چی؟ الان آخوندا میتونن بیان بیرون؟ نه، مردم ضدشونن. و شما از تجربه دیگران عبرت بگیرید. ولی باز عرض میکنم وقتی که راجع به لایک ها 3 صدر نشون میدن، راجع به غیر مقلدان که مسلمان مؤمن موحدن، من باب اولا که 3 صدر نشون بدن. وقتی راجع به شیعیان 3 صدر نشون بدن، راجع به برادران اهل سنتشون من باب اولا که 3 صدر نشون بدن. اگر نه چه تفاوتی است؟ تنگ نظری آثارش یه چیزه. و من از خدا میخوام که این حرفایی که شنیدم راست نباشه. شنیدم که در بسیاری از شهرهای افغانستان الان مدارس غیر مقلدین رو بستند و این کار خطرناکیه. اگرچه اونا میگن که به خاطر اینه که داعش ادبیاتش ادبیات سلفی هاست. این چه حرفیه؟ خب با پرویز مشرف با همین منطق مدارس اهل سنت دیوبندی رو دیدین که چیکار کرد. کل این منطق درست نیست. امریکا با همین منطق جلوی بستن دانشگاه اسلامی در کابل را گرفت. منطقی این نادرسته. این منطق درستی نیست. الان داعش نماز میخونه، با جلوی نمازی ها رو گرفت. مثلا عرض میکنم، اگرچه من داعش رو کلا بارها گفتم ابزار دست اینو آن میدانم، ولذا اینا زنگ خطره. یکی از علت سقوط دولت عثمانی هم تنگ نظری هاش بود. آدم تا میتونه دیگران تحمل کنه، بعد بذاره دلیل و منطق بیروز بشه. در عربستان سعودی نگاه کنید، همه مذاهب در دانشگاه ها تدریس میشه و حتی مفتی اونجا به یک شیخ بن باز خدا رحمتش کنه با یک مذهب فتوا نمیداد. هر مذهبی که دلیلش قوی تره. یک مذهب برای یک کشور کافی نیست، حتی 4 مذهب هم کافی نیست، حتی 7 مذهب هم کافی نیست. عالمان اینو میدونن، ولذا باید اجتهاد کرد و مجتهدین امروز خیلی نادرند، خیلی کمند. ولذا با غیر مقلدان به عنوان برادر برخورد کنند، نه که مدارسشون رو ببندند. ما از ایران شیعه انتقاد میکنیم که مدارس اهل سنت رو میبنده. اون موقع خود اهل سنت بیاد مدارس اهل سنت رو ببنده؟ این چه تنگ نظریه؟ ما از رژیم سابق افغانستان میگفتیم چون امریکا نمیذاردش، شیعه رو مسلط کرده بر کابل شیعه کنه با اون مرجعشون که از بین رفت و آقای محسنی منافق قبلا طالبان بودن، با طالبان بود. امریکا اومد با امریکا شد. ملک عبدالله خدا رحمتش کنه غیرت کرد از میان همه حکام دنیا، میخواست یه دانشگاهی اونجا درست کنه. امریکا جلوشو گرفت. الان شما خودتون میایید امریکا جلوشو گرفت که این دانشگاه تروریسم پرورش میده، چون اونا همه سنی‌ها تروریست نگاه میکنن. یعنی همه اسلام و هم پیغمبر اسلام تروریست نگاه میکنن، لیکن ظاهر نمیکنن. از دشمن چه انتظاری دارید؟ اون موقع شما میای خودتون مدارس برادران هر سنتتون رو میبندی که وهابی هن؟ این چه دیدگاهیه؟ این چه تنگ نظریه؟ خواهش میکنم عبرت بگیرید از تاریخ ایران بعد از انقلاب عبرت بگیرید و با 3 صدر با آراء مخالف خودتون از اهل سنت برخورد کنید. اگر نه همه ملت دوباره ضدتون خواهد شد. اون موقع وقتی که ضدتون خواهد شد، اون موقع پشیمانی سودی نداره. لیکن با این حال من براشون دعا میکنم و 20 سال اینا
جهاد کردن تا بر اشغالگران پیروز شدن. اینا رو گفتم چون نمیخوام تکرار کنم، قبلا گفتم. مردم ضد خود نکنید. خمینی مصیبت بزرگی که آورد اسلام رو بدنام کرد. ما میگیم خب اینا از قدیم اسلام بدنام کردن، اینو ما مسلمان ها میدونیم، غیر مسلمان ها که نمیدونن. ایشون فرمان میداد که اسلام با تشیع زنده. بفرمایید کشورهای شیعه نشین نگاه کنید، فقر و فحشا و بدبختی از همه جا بیشتر، ترور، قتل، غارت از همه جا بیشتر. شما این اشتباهات تکرار نکنید. الان شما اگر خدای نکرده عملتون بد باشه، اهل سنت رو بدنام میکنید. ولذا بهترینه که سعی صدر داشته باشید. حضرت مولانا عبدالعزیز اولین نصیحتش به مجلس خبرگان این بود که آقایون تندروی نکنید، تندروی نکنید. ما اون موقع نوجوان بودیم، یکی از آخونده سوال کرد خب اینایی که به پیغمبر فحش میدن چیکارشون کنیم؟ گفت آقا چرا فحش میدن؟ به خاطر بد عمل کردی من شماست که فحش میدن؟ مرض دارن که فحش بدن؟ اونا در واقع من شما فحش میدن، دستشون نمیشه پیغمبر فحش میدن. مثلا عرض میکنم. چرا در کشورهای دموکراسی مردم با حکومتشون ضد نیستن؟ بلکه به رأی اونها میارنشون میبرنشون بنابر رضای جامعه. پیامبر اکرم میفرماند امام جماعتی که بدون رضای مردم برشون امامت میکنه اون خدا نفرین کنه. چطور رهبری کشور، چطور مسئولان کشور. ولذا تا میتونید الان رضای مردم رو به دست بیارید و تا میتونید همیشه نرمش نشون بدید. و این احادیث شما بهتر از بنده میدونید. پیامبر اکرم میفرماد که لطف ما رافق شیء لین الا وزانه و من تزع من شیء الا وشانه. لطف و رفق و نرمش با چیزی همراه نبود مگه که اونو مزین میکنه، و از چیزی گرفته نشد مگه که اونو زشت میکنه. ورزه مولوی رو در وزیر ورزش کردن کار درستی نیست. درسته که شما میخواید یک جامعه جدید بسازید، لیکن از اشتباهات دیگران عبرت بگیرید. شما میدونید که بنده قبل از اینکه شما کابل رو فتح کنید 3 روز قبلش بنده اعلام کردم که بر مردم افغانستان واجبه که با طالبان بیعت کنن. برای این نصیحت رو از سر محبت میگم، از سر دوستی میگم، نه از سر دشمنی. اگر خدای نکرده شما مجاهدان بدنام بشید، اسلام بدنام کردید. این صد عن سبیل الله. خمینی و تشیع بزرگترین صد عن سبیل الله شدن. ببین در ایران میلیون ها میلیون انسان دین رو کلا رها کردن. شما این تجربه در افغانستان نداشته باشید. و ما در نمازهامون، در سجده هامون، در خطبه های جمعهمون براتون دعا میکنیم. با وجود که سخن گفتن از شما در این کشوری که بنده هستم ممنوعه.